امروز 3 март است و شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. شاله گلخوجه هستم در کنارتون. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز. کوپور عظیم برای چند ساعت روی دوشنبه چنوق را بست. یک ماشین بربر نیز آسیب جدی دیده است. در هفته استراحتی شهروندان روسیه معاش میگیرند، اما مهاجران تاجیک میان زمین و هوا ماندند. تا روز 5 اپریل карантин داریم و قریب همه مغازه‌ها، همه طرفخانه‌ها در ولایت امور محکم است. و احتیاط نیمه حیات، هرچند در تاجیکستان ویروس کووید 19 ثبت نشده است، ولی در کوچه و خیابان‌های دوشنبه آنهایی که با نقاب طبی می‌گردند کم نیستند. سراغ تاکید کردن که نه چی همی ماسک قطع گرده خیلی گفته نمیشه، پیش گیریده. در شهرهای دوشنبه چنوق یک ماشین بربری حامل گاز زیر کوهپاره مانده است. شرکت مسئول نگاهبین این شهرها ایرس خبر داد که کوهپاره عظیم روزی گذشته لغزیده حرکت در این مسیر را برای چند مدت منع کرد. در پی این حادثه ماشین بربر آسیب جدی دیده است. خوشبختانه این آفت تلفات جانی در پی نداشت. ایرس میگوید کارمندان این شرکت در هماهنگی با کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده پیامدهای آن را رفع نمودند. شهرهای دوشنبه چنوق پایتخت تاجیکستان را به شمال کشور می‌پیوندد و یکی از راه‌های سه رفت آمد کشور به شمار می‌رود. هر سال بر اثر فرآمدن ترمه و لغزش کوهپاره‌ها چندین نفر هلاک شده، راه برای یک مدت بسته می‌شود. مقامات مسکو اعلام کردند که برای پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس سر از امروز در این شهر محدودیت‌های سخت جاری خواهد شد. روزهای اخیر در پایتخت روسیه موردهای زیادی گرفتاری به کووید 19 ثبت شد و این امر مقامات را وادار کرد که چاره‌های سخت‌تر جاری کنند. در دیگر مناطق روسیه نیز چاره‌های شدیدتر اندیشیده شده‌اند. پایتخت روسیه با 12 میلیون اهالی میزبان هزاران مهاجر تاجیک نیز هست و چنین محدودیت‌ها به کار و زندگی آنها بی تاثیر نمی‌ماند. جزئیات در گزارش میرزونبی خالقزاد. با فرمان سرگئی سبیانین شهرداری مسکو، ساکنان پایتخت روسیه تنها اجازه دارند که برای خرید از فروشگاه مواد غذایی و داروخانه نیاز به معالجه طبی فوری، سیر سگ و انداختن پرتاب‌ها به بیرون برآیند. به آنهایی که بنابر ضرورت باید به جای کار بروند نیز سند خاص داده می شود. روز یکشنبه مرکز مبارزه با بحران کرونا ویروس در روسیه اطلاع داد که در این کشور بیش از 1534 مورد گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است که 270 حالت آن در 24 ساعت اخیر می باشد. تاکنون در روسیه 9 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. بیشتری حالت‌های نوی گرفتاری 197 مورد در شهر مسکو ثبت شده است. سر از 28 مارس مقامات در مسکو همچنین مرکزهای سودا، قهوه‌خانه‌ها و پارک‌ها را به مدت یک هفته بستند. مقامات مسکو از ساکنان خواستند که در منزل‌هایشان بمانند. برای حرکت نقلیات جمعیتی نیز محدودیت‌ها جاری شده است. همزمان حکومت روسیه اعلام کرد که سر از 30 مارس به خاطر پیشگیری از گسترش این بیماری به طور موقتی همه مرزهای خود را می‌بندد. این محدودیت‌ها شامل دیپلمات‌های روسیه بر رانندگان ماشین‌های باربر نمی‌شود. در منطقه سوچی روسیه برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس آسایشگاه معروف لیژرانی با نام کراسنای پالیانا و در مهمانسراها بسته شد. این خانم میگوید از مسکو و مردم نقاب‌پوش آن شهر گریخت تا در سوچی راحت کند. در مسکو همه دلگیر کننده است. همه نقاب پوشیدند. در اینجا کسی را با نقاب نمی بینید. عجیب است. دیروز چیزی روی داد و ما را نیمه شب از مهمانسرا بیرون کردند. پوتین کدام فرمان صادر کرده است؟ اینجا فضا خوب است و کسی خوف ندارد. مهاجر کاری تاجیک از بلاگویشنسکی روسیه نواری فرستاده میگوید که در آن گوشه دوردست روسیه نیز هفته روان کرانتین است. ما تا روز 5 مارس تا روز 5 اپریل карантин داریم و قریب همه مغازه‌ها، همه طرفخانه‌ها در ولایت امور محکم است. در روسیه بنابر گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند. بنابر حساب سازمان‌های بین‌المللی مالی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول انتقالی مهاجران است. سال 2019 مهاجران از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2 میلیارد و 600 میلیون دلار فرستادند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است.
بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما درباره لغزش کوپور عظیم در شهر دوشنبه چناق و چاره‌های سخت در مسکو برای پیشگیری از کرونا ویروس گزارش دادیم. بعد یک آگاهی برنامه رو با مطلب‌های دیگر پای میگیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در پی افزایش خبرها از گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان، برخی از کارخانه‌های نسوجی به تولید نقاب‌های طبی شروع کردند. متخصصان میگویند نقاب‌های طبی از کرونا ویروس حفظ کردن نمیتوانند، ولی خطر سرایت رو کم میکنند. این مشورت‌ها طلبات رو به نقاب‌های طبی در تاجیکستان هم زیاد کرد. حالا در داروخانه‌های دوشنبه به خریداران نقاب‌های طبی تولیدات داخلی رو پیشنهاد میکنند. زرنگیز نوروشو در این باره میگوید. پوشیدن نقاب طبی در تاجیکستان مثل کشورهای گرفتار کرونا ویروس حتمی نیست، اما شمار افراد نقاب پوش در خیابان و مؤسسه ها اینجا هم زیاد به مشاهده می رسد. آنها میگویند معمولا نقاب را در نقلیات جمعیتی و مکانهای سیر و دم میپوشند. دکترها خود تاکید کردن که نک چی همی ماسک قطع گرده خود گفته نمیشه. پیش گیریده. تقریبا یک ماه به این سو اکثر داروخانه‌های کشور را نقاب‌های طبی پر کردند که در داخل آماده می‌شوند. سبب هم کمبود نقاب طبی تولیدات خارجی گفته می‌شود. مسئولین داروخانه گرند که از بزرگترین داروخانه‌های عمده و چکانه فروشی داروواری در دوشنبه است میگویند طلبات به نقاب طبی تولیدات خارجی در حال افزایش است و آن 2 سومانی قیمت دارد. در مجموع دو نمود داریم، یعنی استحصال نوعی دنغره و اینش جمهوری خطای یعنی پیشتر استحصال شده است. از یک قبط عبارت است، متاش از یک قبط عبارت است. این متاش یعنی اگر حساب کنیم سه قبط میشود، یک قبط از این طرف یک قبط از این طرف، بینش پخته سه قبط، این یک قبط. طلبات افزاینده به نقاب‌های طبی در سایه تهدیدهای کرونا ویروس در تعدادی از داروخانه‌های دوشنبه نقاب‌های طبی را کمچین کرده است. دکان‌های داروفروشی خرد حتی در روز تا 200 عدد نقاب‌های طبی می‌فروشند. خطایی سراغ می‌کنند. وقتی که اوزی نیست، خطایی که نیست، آنها که تاجیکی را بسیار می‌پرسند. در داروفروشی‌های دوشنبه میگویند نقاب‌های تولیدی چین را قبل از سراسری شدن گرفتاری به کرونا ویروس خود چینی‌ها با تعداد بزرگ از تاجیکستان خریده به چین بردند. بنابر توصیه سازمان جهانی تندرستی، نقاب طبی از کرونا ویروس حفظ کرده نمیتواند، ولی آن میتواند خطر سرایت یابی به ویروس را کم کند. حالا در تاجیکستان چند کارخانه نساجی به تولید نقاب‌های طبی شروع کردند. به گفته مقامات وزارت تندرستی، آنها در یک شبانه روز از 5 تا 30 هزار دانه نقاب تولید میکنند. برای دوختن 40,000 نقاب ماسک های طبی برای ارتش ملی ما فرمایش گرفتیم و متایی که ما برای دوختن نقاب از آن استفاده میبریم محصولات پختگین استحصال جمهوری اسلامی پاکستان می باشد و تا به امروز عاید صفت دوخت نقاب های طبی ما یگان اراده نگرفتیم. مقامات میگویند در کشور یگان نفری سرایت شده به کرونا ویروس آشکار نشده است. طبق اطلاع رسمی سر از 1 فوریه تا 25 مارس 5460 نفری که از کشورهای خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه‌های سرایتی و آسایشگاه‌ها به کرانتین فرا گرفته شدند. از این شماره 2002 نفر رخصت شده، حالا 3458 نفر در کرانتین قرار دارند و 107 نفرشان شهروندان خارجی اند. از تاجیکستان می رویم به هندوستان. با آغاز کرانتین 3 هفته‌ای در هندوستان نوارهای زیادی نشر شدند که افسران پلیس این کشور با کلتک و مشت مردم را به اجرای تقاضای کرانتین وادار میکنند. اخیراً از دهات دوردست ولایت بنگال غربی هندوستان خبر رسید که مهاجران برگشته از شهرها را به کرانتین 14 روزه در بالای درختان فرستادند. ظاهراً سروزیر هندوستان نریندرا مودی هم از این حال آگاه است که روز یکشنبه از مردم کمبغل کشورش معذرت خواست. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد. از زمان معرفی کرانتین 21 روزه در هندوستان که 24 مارس شروع شد،
مهاجران کاری اکثرا پای پیاده عازم زادگاه‌هایشان شده‌اند. نگرانی زیاد است که هنگام بازگشت 120 میلیون مهاجر کاری کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را به ناحیه‌ها و دهات دوردست میبرند که برعکس نقشه حکومت هندوستان است. 3 روز باز همراه با کودکانمان در راه میباشیم. جمعاً 7 نفر هستیم. مشکل زیاد است. چرا حکومت نمیماند به دهه‌مان برگردیم؟ بسر و سامانی روزهای اخیر باعث شد که روز یکشنبه سروزیر هندوستان نریندرا مودی از مردم کمبغل این کشور معذرت خواست. حکومت هندوستان برای رفع عاقبت‌های کرانتین ضد کرونا ویروس 23 میلیارد دلار کمک وعده کرده است. اقتصاددان‌های بین المللی و داخلی تخمین می‌کنند که این مقدار پول برای یک کشوری که بیش از 1 میلیارد و 350 میلیون اهالی دارد کافی نیست. مردم زیادی در دهلی نو طلب دارند که به آنها شرایط بازگشت به زادگاه‌هایشان فراهم آورده شود. ولی آنهایی که برگشته‌اند با مشکل‌های بیشتری مواجه می‌باشند. در یک دهه ولایت بنگال غربی عائله‌ها سرفرزند بوده امکان تشکیل کرانتین برای افراد علاهیده را ندارند. از این رو فعالان دهه در بالای درختان جای خواب تشکیل نموده مردم برگشته را به نوبت به کرانتین 14 روزه در شاخه‌های درختان می‌فرستند. طبیبان دستور دادند که در خانه باشیم و خود را از مردم دور نگه داریم. ما امکان نداریم اتاق خاصی را برای کرانتین اختصاص دهیم. پیشوایان دهه به خلاصه آمدند که ما باید در بالای درختان اقامت کنیم. در شهرهای هندوستان باشد شمار معین قطاره‌های راه آهن به شفاخانه بیماران کووید 19 تبدیل یافته است. برمیگردیم به تاجیکستان. در حالی که در تاجیکستان بیشتری برق در نیروگاه‌های آبی حاصل می شود، یک عالم تاجیک ادعا دارد نیروگاه برقی بادی را اختراع نموده است که استفاده آن سودآور است. حالا این دانشمند سرمایه‌گذاری شدن طرحش را منتظر می باشد. گزارش آرزوی کریم را از مومن احمدی می شنوه. جمعه‌بای شمسیدینوف در این نقشه رایانه خود رشد یک گوشه اقتصادی تاجیکستان را می‌بیند. این طرح نیروگاه برقی بادی است که شمسیدینوف در 6 سال پیش اختراع کرده است. سمت شمال از این طرف باشد اگر از این طرف می‌دراید از بالا می‌براید. سمت شمال تغییر یابد از این طرف شمال شود اگر این خیلی می‌دراید این طرف خودش مخرم کرده خیلی بالا می‌براید. اینم چرخه دارد هم استعمال. این منانی چرخ تاب می‌خورد. بعد یک گنراتور هست. این هم پیوسته همین گنراتور تاب میده. تولید برق توسط نیروگاه بادی در کشورهای پیشرفته یک اصول معمولی است، ولی این طرح اختراعکار تاجیک به گفته خودش در شکل نو پیشنهاد شده است. معلومه که خود شمال راه خودش پیش بسته شده بالا به حرکت میکنه. این یگان اتومات یگان چیزی مخصوص میکرده نیست. گنراتور الکتریسیته بادی پیشتر کدام طرف شمال حرکت کند همون طرف باید کار میکند دیگه طرف دیگه سمت کار کنه. مؤلف میگوید همه راه‌های تکمیل و افزایش ثمره نیروگاه‌های بادی به طور عمودی دور زننده آموخته شده است، اما نیروگاه افقی در عمل تطبیق نشده است. شمسیدینوف برای این طرحش صاحب نخست پتنت است. همچنین اختراعش را تشکیلات پتنتی اوراسیا نیز پذیرفته است. و طالبان در افغانستان قرارگاه نویه یومگون یکی از نویه‌های ولایت بدخشان هممرز با تاجیکستان را اشغال کردند. از این پیشتر در روز 28 مارس ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان گفت جنگ در داخل نویه ادامه دارد و ممکن است طالبان مرکز نویه را بگیرند. تفصیلات رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. بینندگان عزیز و با همین میرسیم به فرجام برنامه امروز. تشکر از یکایک شما برای همراهی تا ملاقات نوبتی. بینندگان عزیز شما میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. من صبح فردا همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خدا نگهدار.